السلام علیکم یارو دوستان محترم هوادارای کانال. خیلی که معلوم است بر همگان که در بالا هم سرلوحه موضوع را موندیم که نوروز شد. از پگاه سر کردن نوروزی ها می شود. در منطقه یکم و در منطقه سیم اینچنین نوروزی می شود دوستو. برای خاطر همین یک گفتیم با مناسبت همین ایده های ملی ما گفتم یک شما را خبردار کنم. پگاه انشاءالله در همین میدانچه ورزشی سامونیان اینجا نوروزی برگزار میکرد، جایی که فوتبال میشد در همین استادیوم با نزدی واقع شد، نزدی همین فیزیچه نیست سینا با همینجا نوروزی میشه. و من برای چی این کار کردم، برای چی میگود، برای چی افیر کرده استادم خواستم که فهمم که در اینجا شرایط افیر کردن آیا میشده باشه یا نه. و خاطر اینکه دیگر تلفن ندارم، پیمتشم به فکرم پر میشده، همین پر نوار کردن نمیشود. از همون حساب گفتم اگر بینم افیر در اینجا شخ نشود، اگر پگاه نصیب باشد اگر افیر سر میدهم. به خاطر اینکه پیمت تلفن پر میشده، جای تو بگاه نمیرسد در داخل این تلفن. همون با اینجا اومده یک سنجیده ایستادم در همین منطقه که آیا میشده باشد یا نه. جهانگیر تلابوی السلام گفتن و علیکم سلام. مچینسکی اینچنین سلام علیکم گفتن و علیکم سلام. نمیشد در استادیوم سویاز گم میشد اکو گفتن مچینسکی. من همین چیزها رو فکر کرده ایستادم که چیکو کردن اکو. نظام شریف سلام علیکم اکو و علیکم سلام گفتیم. میگم نظام شریف با خلاصه همین چیز. و ویدیو آخران ویدیو من که امروز بود سحری گذاشتگی بودم، دیروز راست گپ شیر بچهای زرافشان از من درخواست کردن که اونو یک بار گفتن 21 نوروزی میکنیم، با به خلاصه آمدن گفتن که 20 نوروزی میکنیم و یک همین چیزا به سهم هواداره گوشتین و نمیدونم نوروزی ها برسان تا اینکه آنها خبردار شوند که 20 ما گوشتین کلان داریم در اینجا، همه مرحمت کنن گفته به قبل دعوت کردیم مردم به همین میدان، به میدان زرافشان. این با فکرم روز دوشنبه بود یا که خلاصه روز 20 نمیدونم چند شنبه میفراید 20 و مای کردگی هستم، نوروزی اعلان کردگی هستم. قبل از فرصتی مناسب استفاده برده یک افیر کرسودیم تا اینکه شما نیز خبردار باشید. قاسم خان صاحب نوروز مبارک باشه به کل مردم سامونیان و تاجیکستان. رحمت ایشان زنده باشید، خدا شما را نگه دارد در کجایی که نباشید. ایشان کسی که ما رو میشناسه حتما از نام ما با آن برادرها سلام ما رو میرسانید. من که یک پرورکه کردم همینجا را که رفته را سیگم در همین نزدی در نزدی اداره چی میگود استناقی خودمون یک استاده کمی هم باشد بود دوستو صحبت میکنم. دوستان
دوستانی که در زیر صده بودید اگر ما رو دیده ایستاده باشید سلام علیکم میگم بر شما. راستی گپ شما رو نگاه نکرده گشتم بعضن میشد که شما نقوره مرا تماشا میکنید. سلام علیک میگم برای شما دوستان عزیزی ما. خدا شما رو نگه دارد هر جا که باشید دوستان ما. شما رو خداوند حفظ کند دیم ساق سلامت شما رو به وطن بازگرداند. علل خصوص مسافرها که اکثر بیننده های کانال در مسافرت هستند دوستان عزیز ما. 69% بیننده های نوارای ما از فدراسیون روسیه. سفارov السلام و علیکم سلام دوست عزیز ما. سفارov زنده و سلامت باشید. سفارov نظام شریف پگاه نوروزی را ویدیو میکنیم اکو خوب شده آجی. انا شما را هم نقشه نوار کردن داریدن نظام شریف کم نیست اکو ام استوی از نوع بچه کراسنیاس نوروزی مبارک. رحمت دوستان عزیز زنده و سلامت باشید. خدا همه را نگاه دارد دوستان ما. معروف جان قاسیموف سلام علیکم از نام بچه های مسجح از مسکو. و علیکم سلام بر اکوی قاسم جان. گل مراد سلام علیکم. و علیکم السلام اکوی گل مراد. رنگ داره دیزل شدیم ده. ولی دوستان این نفرم شما رو دعوت کرد برای نوروزی با کلخوز زرافشان. دلشاد حافظ تینجل محمد من دیار زنده و سلامت باشید. دیار جان عزیز خدا شما رو نگه دارد. راست دیگر یک پیدا زدید و همین دیگه شما رو من ندیدم. از پرسم گفتن که حضرت برفتن گفتن. بعد فهمیدیم که شما برفتید دوست عزیز. خدا نگهتان دارد. الله کشایش کارتان تید سالم رفتید سالم و غانم بازتان گرداند. احمد بک صالح زاده السلام علیکم با کلی بینندگان شبکه محمد خواجه. رحمت و شما نیز علیکم سلام. بهادری سفرزاده سلام علیکم. علیکم. گل مراد بلشای سرگود با پیش بچه سرگود با پیش مچینسکی گورو زنده و سلامت باشید. همین محله ما تراکتورش اوهنهایی که برای جای نشست میسازند و این اوهنها هم تراکتور گرفته بسازه. به فکرم بچه ها جمع میشن همون استادیوم به نظرم حضر من هم همونجا رفته کمر هیمن میبندم و اینکه چی میگونن همین دستگیری شود.
نظام شریف نه اکو پروسه گفتیم تماشا کنیم قطعی بچه کراسنایه است اگم نیست انشاءالله ما حد الامکان نوار میگیریم یا شود افیر میکنیم نشود اگر با گفتی کدوم که نوار میکنیم اگر تلفن باشد اگر اگر شناساتون در همینجا باشد و قامت کلام باشد تنها برای همین نوروزی ها دسترس میکرد من هم نوار میکنم نوارا رو وقتی که گرفتم حتما تلفن همون شخصیت بر میگردم اگر هم خیلی اون دستگیری میکردگی ها باشن تنها برای نوار کردن نوار گرفتم و بعد از اون تلفنشون بازگرداندم ما سلام از من بچه های زرافشان و علیکم سلام بچه زرافشان خدا نگهدارد بهادری سفرزاده هزار یک بار بازار سیم منطقه را پرت دارید من خودم از منطقه سیم نصیب انشاءالله اگر یک سرگشته شوم حتما به خاطر شما بهادری سفرزاده یک نوار نو زنده باشید همسین حسین دیار جان زنده و سلامت باشید مای بابای احمد بک کاگالیم با پیش زنده باشند اسیم سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکات زنده و سلامت باشید اسیم جان عزیز نوروز زرافشان من همین سر نوار پرتافتم همه را دعوت کردیم کسانی که توانند اگر بیاین مرحمت پلوان باشند گوشتینگیر باشند مرحمت و همین نوروزی کلان میشد در همین زرافشان عزیز ما روز 20 کلندر در دیده بینید که چند شنبه می افتاد مای احمد بک صالحزاده خواجم اله پروردگار را با شما قوت دهد همیشه در خیر و کوشش کمر همت بنده انشاءالله ما حرکت میکنیم که برای شما اون خیلی نوارهای خوب و جالب پیشنهاد کنیم دوستی عزیز ما زنده و سلامت باشید رحمت دوستم جهانگیر تلوای یک اکو یکو جای کی گرفت فوتبال فینال مثل همیشگی سیراغ دوست عزیزم سیراغ جای اول رو گرفت دوستو بگدان ایوانم سلام علیکم همکشا زنده و سلامت باشید خدا شما رو نگه دارد دوستان عزیز ما همین شیر بچه ها همش برای آدم اوهنا رو خالی کردن رفتم من بهادری سفرزاده رحمت دوستان السلام علیکم حساب شون کنیم ما چیز که 20 روز دوشنبه بوده او بله دوستان نوروزی محلی 2023 بچه ها رفتن خالی کنی بابا من مال میرم ما یک بار روز نوروزی زرافشان میرسید اشناتون گوشتینگ دعوتش کنید با یگم پهلوان انشاءالله نصیب باشد اگر تن جانان صحت باشد یگم خیلی مشکلات به ما ایجاد نشود حتما قرار میگیریم در اون میدانچه
من هم میدان میرم نزد همون جوانایی که حاضر تراکتور گذاشت و پورتر گذاشت همون پیش روی و میشینم و بعد نوار با شما دوستا همصحبت میشم. این دیار عزیزی ما، این منطقه من، این جو کانتور من، این سهر خطی میفرم همین جا تا بیگانه بعد شب میشه خانه میبرم دوستان. دلشاد حافظ گفته حضرت نوروزی سامونیان پره بنوار گیرید. نصیب دوستی عزیزی ما همین تا پامته تلفن هست تا زرادیاشون هست ما حتما در خدمت دوستو حرکت میکنیم. یک فایده ما را صد دوستو انشاءالله گفتن MMA. اگه مومن جان کسی شناسه دیگه حتما فکر و اندیشه نیک خود رو در کامنتر میگذارن. دلشاد حافظ خدا نگه داره شما رو رحمت گفته. اینجا یک شب رو زمین میجون میده کسانی که ندارن مویکه یا مویکی نه وزداری نزد استادیونی همین سامونی یک مویکی نصب شده است میتونید همینجا اومده ماشیناتون رو به نوبت شستشو کنید. کف کم دارن همه چیز قاعده‌ای پروس نویس ندارند خلاص. سلام علیکم. ها دوستو محله ما علیکه آمادگی دیدی استاد است برای همین جای مهمان قبول کنی خود رو. خیلی مخصوص ما در محله ما خیلی آهن‌های ساختگی داریم کنسترکسیا در وقت بارشات و باران‌ها مردم در زیر همون ارکش نشسته چی تعزیه باشد چی افطار باشد به نزدیکی با رمضان هم در پیش است. خداوند همه را به رمضان رساند دوستو. خیلی آمادگی دیدی سلام دوستانی مامان مسجد. سلام علیکم دوستم تینجید سلامتیاتون نظمی دوستا. یه چیز دیگر من از شما پرسم که حاضر همین افیر شما چقدر نگاه کردید؟ فقط در همین البوای میشد جای همون ورزشی میشد گوشتین گویم همینجا اگر افیر هم خیلی کرده استم همه پره میتواند بیند همین نوورا اگر تواند اگر حتما یگان چی گویه دوستو. انشاءالله ما همیشه دعاگوی آن هستیم که پروردگار به شما تنی صحت دهد تا به
برای مردم کمی هم باشد نوارهای جالب پیشنهاد کنید دوستو. رحمت برای سخنهای خوبتون. مسجد حسن الدین فاضل السلام علیکم اولاد نغزید خدا را شکر. من پیشش دیگش اوور دوستو، پیشش دیگه اوور. هیچ کی بازی نداره که ما پروست همینجا جای دسترخوان کشویه ما همینجا هسته. من مردم محله همش دست جمعونه کور فعالیت کرد ساجان. من خیره هست، حتی از خیره های گفته ده کامرتون خیره نه دوست. همین افیر اصلا همین خیلی است. برای خاطر همه ما شما رو پرستادیم که آیا افیر کنیم خوبتر باشد یا اینکه نوار گیریم. میرزا محمود کوچک زاده سیانکه کرده پرتایت خوبتر میشد. حتما دوستو کسانی که در این منطقه سامونیان باشد اگر یکون خیلی تلفونه وایتون باشد اگر تیپ ارنده و من گذارید من هم نوار میگیرم. بعد از اون که نوارها رو برای شما گذاشتم حتما و هم تلفن رو باز میگردانم دوستو. زور کچ است و 720 میمونه زور میشه. اگه پرامه افیر کچ است تغییر دادن نمیشه به فکرم. من مقیم جان داریم در خدمتم. من کسی مقیم جان شناسه. من یک تامین دوستانی مو چی میگو آمادگی دیست داریم. نبود مدورش رحمت سیف الله آخونزاده سلام علیکم. کدام محله هستن؟ اینجا محله سامونیان، این محلی بوی محصفو خداشون در سری بچه های استوده کار کرد. این خیلی که فرمان تیان برن خودشون خطی یاردم چون کوچک و شهرت جان خیلی خدمت کرد. برکت یاد گفتن در قسم کاری مقیم جان. یک محلی دیگه علاقه دیگه ویش اوورده سماورش اوورده آمادگی دیست. خب بعدا با نزدیکشون میرم دوستو. اکای سیدکوار این چنین فوزیل سلام علیکم بچه اوچه و علیکم سلام. کی میشه نوروزی؟ نوروزی پگاه میشه ساعت 10 در همین سامونیان. فردا گویم 20 خلاصه در زرافشان میشه نوروزی کلام میشه. سید امیر میرزاєв سلام علیکم برادرها سامونیان با پیش کشویش کار. رحمت دوست عزیزی ما سید امیر میرزاєv مولبازار مسجد سلام علیکم دوستم. نوروزی کی دارید؟ پگاه نوروزی از این میدانچه. مرحمت کنید مولبازار مسجد. کسانی که در کانال مولبازار مسجد ابونه نیستید حتما در همین کانال ابونه شوید. کانال خوبه، گو و مولهای خوب پیشنهاد میکنه. البته بسیاری خریدارشون از طرفای جنوب هستن و هر حال شما نیز میتوانید خریداری کنید دوستان. این یکی تو همش آماده پگاه گوشتینگیری دیگه تیاری دیست دیگه. فوزیل پگاه در کلین چسکی 3 نوروزی میشدو. راست گفت اکو همه خیلی شدی همه و گفتی که تقلیچ اومد کو. همین من که نمیتوانم که از همین منطقه یکم 3 روز بیرون روم چون که پگاه اینجا دارد فردا زرافشان پس فردا حاجی امیرف دارد میگن. من مجبور میشم در همین منطقه قرار گیرم و
برای همین دوستان نوار کنم. خب با نصیب باشد اگر شاید اون کس باشد که در منطقه سیوم نوار گیرد. اختیار قلی جان دلت نه چوتی یا چو دلت نه تاجیک باشی تاجیکی گپ زن دوستم. یه تو مول مسجد پگاه در ماه هم نوروز است به فکرم. بله دوستان شما میتوانید اونجا یک نوار گیرید دوست عزیزمو. مول مسجد رحمت به پیش احمد بک صالح‌زاده حاجی مقدس محصفه خداوند حفظشون کند. بله دوستان ما نیست دعاگو هستیم که اون کسی نگاه داره خداوند. و این چی میبینیم که بچه ها در اینجا ورزش کرسودیان برای پگاه خدا خواهد تیاری دیستن. من شیر بچه ها همش همینجا با شاگرده بابای ایشون کسی شناسه دیگه اینا همش فقط همین نوروزی رو آرا تارا میداد که همین جوانو دعا کنید دوستا در حق همین جوانو که فقط بیرق بردار یعنی کشور عزیز ما شما در عرصه های جهانی واقعا یک ذوق و شوق تازه دارم برای ورزش کردن. یا چند وقت باز است که در نزد شما تمرین میکنید؟ 2 سال باز چمپیون همه چمپیون هست. همش یک چین گرم و دارو همش گرم و دارو بهترین و شب 22 بس بخش میکنم 40 نفر دیگه هستن. بهترین دستوی که تستر بچه ها بینو تا آخر رو نه حرکت کنید. عقیده حاجم که نوروز میشه خدا خواهد انیقش مینما پورکه میدارنی با گپ داری. دانم عزیز شما گرم اختیار جان خود جان زنده و سلامت باشید. دیدیم خداوند شما رو نگه دارد در کجایی که نباشید. فاضل با ما چو کنیم چسکی سه با ما چو کنیم چسکی سه راستی گم نمیدونم چی گویم. انشالله اون کس یافت میشد با برای شما دوستان نوار میکنم یا اگر ببینم اگر حالت همون خیل میشد حتما رفته برای شما نیست حد در امکان نوار میگیرم. مول بازار مسجد من اونجا پرولتر آمدگی پگاه بازارشه. شما کم رفته نازکه خشروی است. شما اینا تمرین که من افیر دارم افیر کردم. میر خان که در عقیده حاجی امیر نارون میشد اکو به فکرم 21 بمیشه دیگه است. فاضل خدا خواهد. سید امیر میزه گوشتینگره ویدیو سیامکه پرت تماشا کنیم پگاه خدا خواهد. مشتاقی دیدارتان شدیم دوستم. فقط ما را نمیخیر از پس اکران میبینید دوست عزیزی ما. خدا شما رو نگه دارد. راستی که منم شما رو خیلی همین استاداشون بابا ایشون 2 سال باز این بچه ها تمرین دادن. کشاده شوی علمی سپرزل علمی چوریه به آمدگی بود. چمپیون بیرق بردار کشور ما چوریه به آمدگی بود. اینجا بای کردگی بود. این بچه ها تماشا بود یا نه؟ اینا تماشا بینو. خدا خواهد شما هم پگه همه خیلی رنگ این بچه ها یاد میگیرید. نه مثلا دیدی سوان که آیا معقول شما میشد یا نه؟ این پرافسور اکو چسکی سه بوزی زور میشه گوشتین همونجا میرفته زور میشه. دوست عزیزم آخه اینجا دیار خودم محلی خودم من از اینجا نمیتونم با جوی رام دوستو خیلی پگه با گم میشد که
من جای خودش مونده دیگر جا رفته است گفته اگه دیگر جا البته من درست فهمید که من مقصدم جدا کردن بین است اما هر اینجا محلی من خدمت می‌کنم باید من در آن محلی خودم باشم. راست گفتم من نیت داشتم که هر یک منطقه که نوروزی میشد رفته نوار میکنم اما چی لوش که نوروزی های منطقه یک که با منطقه سیوم پارالل آمده است یعنی که هرش برابر آمده ایستاده است. از همون حساب عذر میخوام از مردم سیوم که اگر مبادا باشند البته اون بازیگرهای خوب از سیوم چسکه بودیگاه میبیان اینجا میدان ها را اصلا شهر بچه های سیوم چسکه میتسبونند. میرزا محمود کوچکزاده بعد شما نکنید ویدیو دیگر هیچ کس نیست. اکنون من راست یک بار نمیتوانم که در دو منطقه باشم علاج ندارم. فاضل انشاءالله یک پهلوان از منطقه سیوم برای نوروزی حریف جستجو دارد چی؟ نه اینجا چون که از سال گذشته من اینجا نوار کردگی بودم گوشتینگرها در اینجا بسیارتر از سه منطقه بودن واقعا بازیگرهای تمرین کرده بودن نه اینکه به اونان اکو من منطقه یکم تنقید کرده نیستم. راست یک پهلوان بود گفت مردم یکمش است که با گرده نغزو اما تمرین کردگی نیستن در حال در میدان مغلوب میشوند. اما راست کمی هم باشد باید همون جوان مردا برای نوروزی خودشون آماده کنن اقلا به کمش 3-4 پریام یاد گیرد و همون پریام ها رو در همون بازی ها استفاده برد. نظام شریف ها اکا میفهمیم تو زنده باشه. فاضل مهمونی روی سیوم خدا خواهد. فاضل مرحمت احمد بک ما دستورگوتم زنده باشید. شرف ساقیه سلام تقا نظم شما من گوشتینگیری یگان پهلوان هستمی چی با پگه بید مرحمت حتما بروی در همین میدان گوید حتما مردم همه آماده میشن برای با شما یعنی که کمر بکمر شدن. میرخان در اچسکی دو کم میشن نوروزی راست دیگه من همه قشدیم نمیدونم که در منطقه دویمش هست که همین خیلی نوروزی ها برگزار شده باشد یا نه راست دیگه من بیاد ندارم. اون وقت من اصلا نبیری دویمش هست که میشم در اونجا بسیارتر در همون دوره پیشم در همون شیپنگ ها نوروز میکردن کلخوسی ها. فرقت صادق در جماعت مسجد کم میشد نوروزی در جماعت مسجد اکو کلخوز زرافشان که در همون جماعت قرار دارد 20 به اعلان کردگی است. نوارش هم گذاشتم من از من درخواست کردن همونجا گوشتینگی کلان میشد گفتن به گفت کمیکی با ما پیغام دادن که این پیغام برای شما رسانیم دوستو مرحمت کنید گفتن همونجا با سراج نظر سیم شسکه روید انشاءالله. شرف ساقی گوشتینگ در کجا برگزار می شود؟ گوشتینگ دستم بند است من این بین میدان دیده اینجا برگزار می شود. اینجا الان متوی گوشتینگی میمونن اینجا گوشتینگ می شود در گرم گرد اطراف میدان باشد همه مهمانان شده تماشا میکنن دوستان. در کوچی پخسه به فکرم بعد از زرافشان میشد یک گوشتینگی احمد بک صالح زاده فاضل و بچه اوچه دستورگو نوروزی تشکیل کنه نصیب کرده باشد میره. مسجد سیتی میرخان سلام از روسیه دوستش عمر. روزیبای کیمچی گفتن به فکرم محقول شانه شد او دلیت کردن. کرام نوروزی کجا شده ایستاده است؟ نوروزی پگاه میشه در همین جایی که من قرار دارم در منطقه یکمش است که کلخوز سامانیون اگر انیقترش ندانید از هم راه آسان یافتنش
فیزلیچبنیسی سینو که در بری همین فیزلیچبنیسی سینو قرار داره. همین میدانچه ورزشی همین جان نوروزی برگزار میگردد. نوحه مسجو اگر و فکر شما در دیگر منطقه باشه چون طرز نوشتی کامنتری شما به مردم جنوب مانندی کرده ایستاده است. مراد بابای پخسه در جاشه. بله دوستان عقیده دوستی کی میشه؟ راستی گپ نمیدونم دوستان. من پیش صف شده الکی برای آماده کردن طعام و چای محله ریامود که دو آمادگی دیست. خصوصا دیرکتور مکتب 24 خودشان کمر همت بسته در اینجا خدمت کردن. واقعا خدمتاشون تحسین میگیم که خودشان آماده خدمت کردن در اینجا سماور پر کردن. کسی که در ریامود که دو پگاه مهمان است حتما فکر کنید که می چای اکا جوشانده ایستادن که برای شما نیست تو اینکه شما چای استعمال کنید. دهخان اصیل و سقال محله ریامود اکای مرادبه خدا این کسی نگه داره. پگاه میشد گفت پرگمخر زبر عقیده زنده باشند. پرگمخر زبر زنده و سلامت باشند. انور حاجیف سلام از من بچه مینوسینسکی این به فکر مینوسینسکی کراسنایسک باشد در کو. همین خیلی نام ها رو من یک وقته شنیدگی بدم. شرف سوقی پگاه میرفتم اما در غریبی قرار دارم. نوروزات مبارک هموطنای عزیز. با پهلوانان گوشتین خوب پیشروی خواهانم. لایک قپید گفتن. زنده باشید. خدا شما را نگه داره. اله مسافرها را هرچی زودتر سالم و غانم اون نقشه که رفتن نقشه هاشون هرچی زودتر بوز شده تنی صحت و خاطر جمع نزد زن و فرزند و پدر و مادرها بازگردند. مراد بابایف احمد بک سالزاده برای پهلوانان در نوروزی چی تحفه ها پیشنهاد کردنی هستند خواجم؟ راستی گپ این چیز سورپریز و گفت این چیز سورپریز میشد برای ایمنه شما. پگاه حتما اومده میبینید که چی پیشنهاد میکنن برای پهلوان های میدان. من هم خودم راستی گپ برای من نیست سورپریز است این چیز. نمیدونم که چی باشد. مراد بابای اصنافکی بابای روی سیانکه کنید. اصنافکی بابای مش در کجا باشه؟ نوروز عقیده دوستی پگاه منوچهر صابیرov اکا گوشتینگ نمیشود. میشود در اینجا گوشتینگ میشود اکا پگاه ده انشاءالله. مالبازار مسجو در کانال نوام میپرتم انشاءالله نوروزی مسجو. بله انمی خیلی کنید دوستم. بابر جان این چیزا برای مردم خیلی اوه است نه خیلی انسان چون که اکثر جوانو همه بزرگسالان هم نیست در همون شهرهای غریبی هستن. این چیزا خیلی درخواست کرده ایستن. دیدید خودتون یک خدمت کنید همون نوار کرده پرتای دوستان بهترین میشد. با من هم همون کانال شما رو سلکش در همین کانال خودم میگذارم. این کسانی که ابونه نیستن با همون کانالی نوی شما ابونه میشن دوست عزیزم. امام محمد شویف سلام علیکم. سلام میرزا محمود کوچکزاده اکا گوشتینگیری نقص فقط در سیمش هست که میشد. انشاءالله
او میگوید که هر بیشه گمان نبر که خالی است، شاید که پلنگ نهفته باشد. شاید در این میدان های ما هم خیلی پهلوانا باشد دوستان، لیکن این کس پیش پهلوان بودن، حاضرن که پهلوانا رو تربیت میکنن. خدا نگهشون دارد. برای غریبا یه خیلی دعاها یگان تمنیات باشد دیگر. دوای پیری مغانیر گیت این کس پیش پهلوان بودن، اکای سید اکبر. اگر پیشینه آدمان میشناختن روزی کشک داره که نصیب کانال بزرگ ده نصیب بالنیسته رو نشون تید گفته. من دوستان عزیز بالنیسته این فیزیکی اینو 3 تا کورپوس شده گست، الان خیلی خوب شده است. مرحمت کسانی که میخوان تبوبت گرم با این فیزیکی مثل سینو مرحمت کنن. من راست که هوا هم بهار شده است و همه جا کبودی زور شده ایستاده است، نه اونقدر میشود از قوت این درخت ها بالنیسته رو نشون دادن. همین دوستا همشون در خدمت، کسانی که اینا رو میشناسید حتما در حقشون پیغام رسونید دوستا. روزی بای السلام علیکم. ام خوجت دیارا تینجی نوروزی رو به همه مردم تاجیکستان عزیزم تبریک میگم از شهری مسی. السلام علیکم خواجم نغزه پگاه اگر دادام بینه یک ویدیو کنه التماس. راستی گم نامتان نام تاجیکی نه که شما را نشناختم، نام پدرتان حتما نویسید، نام خودتان خطی. مسجاسیت سلام از نام بچه پدالسکی استافتا زنده باشن. امام محمد شایب سلام ای پیتر، شما زنده و سلامت باشید بچه پیتر. مسی. من عبدالرؤوف پسری حاجی عبدالغفار، اگر همون دغری گفته باشم هگویه. روشن حفیظ با احمد جان سلام. کیه احمد جان؟ احمد جان شد حتما سلام شما رو میرسانم. منوچهر صابر کجا ده که ادرس کدام تریتوری ده میشه؟ گوشتینگ میشه در ناحیه مسچو در منطقه یکم شسکه. جماعت مسچو منطقه یکم شسکه در اخیده سامونیون. این ادرس انیخ هست. مسی. من عبدالرؤوف کریم ماشا رنگی خوب آدم گپ نزن. من مجبورم شما رو بلاکیروف کنم برایم خیلی گپ تو راست گپ طرز گپ زنی من هم خیلی است. مسی. اکای سید اکبر سلام گوید، از نام من گوید عبدالرؤوف سلام گوید. اکای سید اکبر عبدالرؤوف کریم شما رو سلام گفتم. محیدین عمرов تاشکند محله و پیش زنده باشن مردمی تاشکند محله. روشن حفیظ بابای مهد صفا در حق بچه های غریب دعا کنن. همینطور دعا کردن دستی دعا برداشتن آجی. روشن حفیظ دعا پرسیدن برای مسافرها. دعا کردن حق خودم زنده باشن.
مراد بابای شه و عروس میگذارند به تگی این چی؟ نه اینجا ما مهمانا رو در زیر امین نویس مبود اگر بارانی شود یا اینکه افتابی سخت شود در امین سایگی نشسته مهمان نوازی میکنیم دوستان. حاجی عبدالغفار و دلبک نزدی بچه عبدالغفاری حاجی. بله قدردین صفای اکای نوروزی اکای نوروز سالن کم میشود پگاه ساعت 10 مرحمت نید قدردین صفای مهمان اولی قدری ما محیدین عمر تاشکن محله به پیش گفتم بازم روزی بای برکه و بید از دیار ما را خبردار میکنیم. ما در مسافرت همه وقت برنامه شما را انتظاریم از شهر بوینسکی جمهوری تاتارستان. سیف الله آخونزاده участке سیو نوروزی نشد پگه میشد پگه اونجا هم دو جواب نوروزی میشد دوستان. راست که با نوروزی های ما برابر آمد همون با کمی نمیتوانم همونجا هم نه که من نقشه بود که همونجا هم یک میرم. مراد بابای مگزین ایشانی کلی روید پدسک ایشان نامشان گرید دوستان. ایکس یک پچه رسیم سلام به همه. پچکی میشی؟ کدوم مهدین؟ اکای مهدین عمر رو همین بچه رو میشناسه؟ اگر شناسه حتما گوید که کی است. مهدین عمر فهم؟ حال داداش در اینجا گم سنترم بچه که مهدی میشی؟ این بچه کی میشه؟ این بچه مهراج سلام چی خیر شما؟ سلام سوس. مرزا محمود کوچکزاده سلام از همه بچه پدولسکی استافتا. و دلبک نرزیف رئیس محله را سلام گوید خوجام. حتما آواز بلندی مرا همشون. و دلبک رحمت فهمیدی به فکرم یه با این بچه نزنی. ایلیم همیشه پرچم کشور پرافشان باشد. چیزه؟ پاسپورت دادوتا؟ خورشیده خورشید احمد بی و یک از سلام تو بینه میشناسه تا رفشن حافظ ترسیه علیزه سلام تو گفته زنده و سلامت باشید. طولی 50 دقیقه است که با شما هستم دوستان. من خیلی آمودگی این محله ما بود باز اکنون و فکرم دیگه محله این خیلی آهنهای وای ندارن. با زمان صبح ما بر وقتر شده اینجا آمدیم. مراد بابای اکای احمد بک پیش اکرم بیان. اکای احمد بک فکرم برفتن مسی پسر محیدین مسی داداش ورزشکار میشد به فکرم همه خیلی است. این بچه کیه؟ بچه بابا جان. نه نومد عبدالله ها شعر میدونی؟ شعر میدونی؟ نه بگو شعر نمیدونی؟ مرزا محمود کوچکزاده با دستگیری ما بچه های پدولسکی شما انشالله بلاگر مسجد میشه. گم نیست دوستا بازم یه بار دیگه اکوی هم شاید میگویم همون کس مسئله ما را ندید. همون مسئله استابلیزاتور یک کدام یک کمی کوفتو دیگه بس کرد. یا دستگیری میکرد همون خیلی چی میگود
اون استابیلیزاتور برای تلفن برای نوار کردن الکترون استابیلیزاتور بود. یک دستگیری میکردن خیلی خوب میشد برای یعنی خیلی محفل ها برای نوار کردن خیلی خوب میشد. چون اگر من خودم از همین یوتیوب پول کار میکردم خودم میخریدم همون خاطر راست گپ تو حال نگام خیلی درآمد کردگی نیستم و همین خیلی برای بچه‌ها نوار کرده داده ایستادم. این یک بار فوتبال زرافشان بود چی بود بچه زرافشان دستگیری کردن 100 سومانی من کار نرفته برای اونها فینال بود چی بود اما نوار کردگی بودم. روزبه ام خوجا میبخشه همون گپای بی‌معنا را نخونید التماس. محیدین عمر محمد منت دارم پسرم دیدم من زنده باشه همین میدانچه بازی دارم. راست گپ باکو خلاصه اومدم که افیر کردن نمیشه در اینجا بیزیم نشون میده. مهر نوروز درفشان کم میشه 20 چیسلا اینجا کجا باشد برادر گفتن ارکینجان حاجی خل اینجا ناحیه مسجد جماعت مسجد کلخاز سامانیان. نظامشون در نزدیکی شینید میشد پرمای افیر. البته نوروزی عقیده امیر رو کم میشه و خدا اگر خواهد نفهم ایچکوی برادر مرزا خان نفهمیدم نیست این چونی شما بزرگ باشه زنده باشه برای سلام از روسیه زنده باشند مسافرایی که در روسیه ها قرار دارن خدا همشون رو نگه داره. هر کدامتون که ما را پیوسته نگاه کرده خداوند همتون رو نگاه دارد دوستان عزیز من. شادی محمد زهردینов سلام علیکم چی گپ باشد در استادیوم خدا زنده و سلامت باشه شادی محمد زهردینov. باشی اسکندرشاه سفر باقی برد گفتم یا که باشی برد باشه. عمر مرزا عادل امروز بازار دویمش از کسی سیامکن نشد. درست میگه درست میگه من خیلی شده است که نرفتم اون بازار دویمش از کسی چون که کمی کارم میبود هم نمیتوانم رفتن دوستان. سال میکنه به همین سیزنی بازی جمع دیم سال میکنه بعد نمیاد سیزنی این سیزنی تو باز میحلال میکنه اون شعارش کنه اون اساسا حالا تو یوشا بودن نمیاد پس نه تو دول میگیرن نمیشه انجام دیگه معروف قاسم پگان نوروزی است در سامانیان. با خدا خواهد 5 دقیقه دیگه انتظار میشم بعد از اون خداحافظی میکنم با دوستا چون که 1 ساعت میشد که من با دوستا صحبت کردم.
لحظه دوره رو جن نکش را لحظه دوره هست او پارت یا بودلا ها یا بودلا عمر میرزا عادل خوب برادر سلامت باشید. اگه یک تا خداحافظی کردن گره، چون من یک بار بینم کلیچستی زیاد آدم تماشا دارد، من نمیتوانم از افیر خلاص شوم. خیلی اقلا 10 تا فرید با من خداحافظی کنم دوستان. اسکندر شاه سفر کجا ده شما گفته؟ اینجا استادیون یکم کلخوز سامونیون مسجوبه. مراش جان خواستم نگفته نوروز است. او گفت سادم که نوروز است پگو. کلا دارو شادی محمد زهردین محمد جان سلامتیتون خوب امروز میشود. چخیلی که دیساده آمودگی دیده ایستاده پگاه میشه انشالله. السلام علیکم. گم نیست برات خدا نگهبون. معروف قاسم باشید سلامت. راستی گپ دیگه گپ هم نمون گپ دونه. نعیم حاجی‌زاده حتما درایده همون نامتون سال آخرش تغییر کرد. حاجی‌زاده گفته دیگه خیشم کانالتون میدارید همون نامش تغییر میتید بود درست میشه. این محلی کجا باشه؟ بود دیگه محله اومده برای خودش جای انتخاب میکند به فکرم در همین میدان. فوتبال در کجا شده؟ فوتبال نشسته نه پروسته تو علمون چیزاشون اومده نه اینا وای کرسادیان بازی دارم پلاتکی میاد بوله هم نویس پلاتکی میگیرن بعد توبه اومده توپ قطعی بازی دارم. عمر میرزا عادل سامانیان به پیش سلامی گرمشان از شهر سرگود به همه اتان. شادی محمد زهردین در کسب کارتان برار میخواهم رحمت برای تمنیات خوبتان. سپانسری کانال ما اکای شادی محمد زهردین. من محلی اکای حاجی عزیزم کورپچه‌هاشون واسادیان حاضر بود برای پگو. فرید جان سلام. با چی گپ اینجا کجا؟ با کجاست بازی نیست اکای فاضل بیگ. اینجا پگاه نوروزی است در این میدانچه خودمون مردم علیکه آمادگی دیسادیان. اینجا محلی ما گویم نویسا رو آوردن اینجا موندگی هسته آمادگی دیسادن برای پگاه.
محیدین من خداوند نگه دارتان باشد. محمد خواجه رحمت برای نوارهای زیباتون. اسرار حسین نوروزی حاجی امیرов کی میشه؟ خدا خواهد 21 میشه. مرزا جان یا مرزا خان از نام بچه ولادیواستوک سلام بگو. زنده باشن. شعرهای غریبی ولادیواستوک اندی بودگی ها زنده و سلامت باشن. خدا همشون رو نگه دارد. بچه ولادیواستوک یعنی خدا خواهد آینده پرچم بردار ها. دوستو زنده باشه. شما چی تمرین میکنی؟ مشتی بهترین. داوید داوید اوه آوازش دیگه بالا از روی خط. دلشاد آویز رحمت همسیم زنده باشه. فرجان فرجان خدا تیاد با پگو نوار نوزش داد داریم نباشه. حتما خدا اگر عمر جان ما رو بخوا نگه دارد پگو برای شما حتما در همین میدانچه سودا نوارها میگیریم. دوستو دستگیری کنه شما نیز برای ما پگو که کار نمیریم تاکسیگی همینجا اومده برای شما نوار میکنیم. دوستو کسانی که پدره همین بچه ها اگر در مسافرت ها باشن بینن بچه هاشون شناسن حتما این خیلی کامنتری خوب نویسن. بچه ها اکجو میشه شما هم ما تو بچه سامانیانه تو اکوی بش میشی؟ بچه کی میشی؟ حاجی شریف؟ حاجی سید من بکی بشم. تو بچه کی میشی؟ بچه مضبوط تاکسی. دادات من عذاب دادگه نکی مضبوط تاکسی خجبک که بود نوم چیزه؟ محمد محمود. تو کیه؟ من بچه حاجی سید. خدا تو دادات و حاجی ها؟ خدا تا حاجی ها بسیار شدن. تو بچه کی میشی؟ خدا تا شیف همینج تو دی ها؟ برکی اویده. تو بچه کی میشی؟ من بچه بابا ایسا. بچه بابا ایسا؟ خوندو دکجا؟ از زرفشان میشی؟ یا اکوی بیش؟ زنده بچه نیستیم. او دا دوری نمیگالتا. مهرور بچه های مسکو سلام میگن. زنده باشن بچه های مسکو. فریجان یگان تاش از زرفشان ها؟ یه از زرفشان پیرو علیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای سامانیان به پیش آباد باشید. اسرار حسین سلام مردم خیرآباد زنده باشن. مردم خیرآباد دویم دستاشون در خیر. گولدمن همه خودی سلام حمید با گم نیست اکو گولدمن. نعیم حجره خشم گجاش میداریم درستش میکنیم. اینا خدا خواهد من در واتساپ زنگ میزنم و شما رو به یک یاد میتیم. استاد عبدالرافع با شاگرده خود در این میدان خدمت میکنن. پهلوانای آینده پهلوانای میدان بعد از خدا خواهد یک 7-8 سال انشالله امینا همش میدان میلرزاندگی بچه ها رو تربیه کرد. خداوند هم این کسی نگه دارد هم این شاگرداشون نگه دارد که همین خیلی کمر همت بسته از همین خردسالی بدون بعضی ها تلفن بازی نمیگردن حتما اونو تمرین میکنن. یک تمرین کردن خوب است. آدم قوی میشد پرقوت میشد در مشکلات پسی سر میند با قوت نیروی خودش. دوستو بچه‌ها زنده و سلامت باشه. فرید جان محسن نگوید. فرید جان سلام میگو. پیرو والیم ما ارکوسکی سلام به مردم مسجد. فرید جان محسن سخت مخش میکند. محسنش کدوم بود؟ مرزا خان از نام بچه کولاب
سلام برادر، زنده باشند شیرای کولو. شادی محمد زهردیم التماس وقتی که خانه تان میبرید مگزین اسرار خوجه داره در شاتی من نماشم میگویه شو سپانسور همون که زنگ زده میگویه دوستم بعد گفته که ما مزمون نیستن خیلی چیزا. مرزا خان زنده باشم. های دوستو سربلند و خانه آباد باشه. زنده و سلامت باشید همتون دوستان عزیزیمو. امیدوارم که هر جا باشید خوب هستید. منم اگر نماز شما هم نزدیک شده است من حتما میروم دوستان. نعیم حاجی زاده صدرالدین میگون خریدار یا بین زمین ها را فروشم حقشانه میته میگون کم نیست دوستان. راست گپ این سال خیلی مردم هست که زمینش میفروختگی و در همون برگتی سنزر هم یک از 7 گکتر هم داشته است زمیناش میفروخته است یک ساله. خواهد صدرالدین سلام گوید کمی بیمخ شده هستن اومد اون خیلی با گفت که زنگ نمیزنن برای ما دوستان. های دوستو مرزا خان گپ ندارم اکا جان زنده باشید. زنده باشید اکا. همه تان من در حقاتون دعا میکنم که خداوند همه تان در هر جا که باشید نگه دارد. ایلان در پایهای شما غریبا خار نخلم تا اینکه شما یک اذیت و آزار ببینید دوستان. میرالی 44 55 66 شهر نر انمو بچه همدانی چوبک سلام برسان اکا جان ما در غریبیم جوربک شهر اینومی بچه همدانی جوربک سلام برسان اکا جان گم نیست. ارزو مخصوص شما هایید های ما همینجور ما هایم دوستان. انا خدا خواهد جوانو در آمدگاه یعنی راه وای کسانی که پگاه مردم با ماشین های خود یعنی که هم محل رو دیگاشون میده رو همینجا اونگه که اوقاتاشون وای نشد چند دیگو میذارن یه همش آمادگی برای پگاه. همه وقت باشه زنده سلامت. السلام علیکم رحمت دوستان. شما نیز زنده و سلامت باشید. گفتم کسایی که ندونن مویکه همینجا مویکه است. مویکه خوب است.
کف هم دارن همه چی دارن دوستو. یعنی نمون رکلام بی پول. خب دوستا باقی سربلند خانه آباد باشید. خدا همه در نگاه دارد و هم نماز شام هم نزدیک شد. بخیر نماز از آن هم میخوانم. های دوستو